ما چه قسم دعوا بکنیم که ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، در حالی که در یک روز 30 مرتبه طعام میخوریم، لیکن یک دعا با 3 کلمات پیغمبر ما یاد نمیگیریم و ادعا داریم که محبت با پیغمبر داریم، امت رسول الله هستیم، فریاد میکنیم که وی پیغمبر در قلبی ما. نه، پیغمبر در قلبت نیست، در قلبت نیست. اگر پیغمبر در قلب تو می بود، هر قدمی که تو می گذاشتی مطابق حرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم قدمی تا می گذاشتی، تسلیم می شدی. غیر از عمل رسول الله برای خود هیچ عمل دیگر کس خوش نمی کرد، هیچ عمل دیگر کس. ما که امروز در تویا، ما که امروز در مرده ها رسومات غیر شرعی را، غیر دینی را انجام میدیم، صرف به لحاظ چی؟ ولا قومی بد میگه، رواج ماست، از باباها بر ما مانده، این طور گپ است، اون طور گپ است. علتش است